توی این ویدیو میخوام بهت بگم چطور با آپلود ویدیو که ساده ترین کار توی اینترنته کسب درآمد دلاری داشته باشی. طبق نظر افرادی که این روش رو اجرا کردن، هر ویدیو ماهانه $1 بهت پول میده. یعنی اگر همین امروز این روش رو اجرا کنی و روزانه 3 تا ویدیو آپلود کنی، سال بعد همین موقع ماهانه بیش از $1000 درآمد داری. پس اگه میخوای این روش رو یاد بگیری، با من تا آخر ویدیو همراه باش. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. شهاب پیروی هستم و به کانال یوتیوب اینترکسب خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم چطور با آپلود ویدیو توی اینترنت میتونید درآمد دلاری داشته باشید. خب قضیه از این قراره که بسیاری از افرادی که تولید محتوا میکنن، بسیاری از افرادی که مثلا ویدیو میسازن، نمیدونم برای مقاله هاشون عکس میخوان و اینها نیاز به یه سری عکس و ویدیو دارن که بهشون میگن عکس و ویدیوی استوک. یعنی یه سری افراد این عکس و ویدیوها رو میگیرن، اون افراد ازش استفاده میکنن، حالا واسه ویدیوی یوتیوب یا واسه یه ویدیوی دیگه، واسه ساخت تیزر، یا از عکس‌ها واسه مقاله‌شون استفاده میکنن، واسه یه تولید محتوای اینستاگرامشون استفاده میکنن. یعنی اینجوری اون افرادی که به عکس و فیلم نیاز دارن بابتش پول میدن و اونا رو دانلود میکنن، استفاده میکنن. اونایی هم که عکس و فیلم رو آپلود کردن خیلی راحت بابت این کار پول در میارن. ما هم توی این ویدیو میخوایم همین کار رو انجام بدیم. یه سری وبسایت‌ها به وجود اومدن که عکس و فیلم‌های استوک رو داخل اونا قرار میدن و افرادی که نیاز دارن میرن از اونجا خریداری میکنن. شما قراره توی اون وبسایت ها ویدیو آپلود کنید و بابت هر دانلودی که انجام میشه و هر کسی که ویدیو شما رو دانلود میکنه درآمد دلاری داشته باشید. این ایده توی 2 مرحله اجرایی میشه که توی همین ویدیو گام به گام همه چیزو بهتون آموزش میدم و نکات تکمیلی رو میگم. قبل از شروع ازتون میخوام اگه این سبک ویدیوها رو دوست دارید در مورد کسب درآمد دلاری، کسب درآمد از اینترنت و راه اندازی کسب و کار اینترنتی اطلاعات کسب کنید و آموزش ببینید، حتما کانال اینترکسب رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوها مطلع بشید. خب همونطور که گفتم این ایده 2 گام داره. گام اول ضبط ویدیو، یعنی اون فیلمایی که قراره آپلود کنید، اون ویدیوهایی که قراره آپلود کنید رو در واقع چیکار باید انجام بدید؟ آیا باید ضبط کنید؟ قواعد خاصی داره؟ و گام دوم آپلود ویدیو توی وبسایت که میریم کامل اینها رو بهتون نشون میدم. در گام اول شما باید ویدیوهایی رو ضبط کنید که بخواید اونا رو قرار بدید توی وبسایت ها. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برید ویدیوی بقیه رو بذارید، ویدیو بردارید از یه جای دیگه بذارید. نه، شما باید ویدیوها رو ضبط کنید. حالا این ضبط کردن از جای به خصوصی لازمه باشه؟ نه، از آسمون، درخت، طبیعت، یه کافه، یه نوشیدنی میتونید از اونها فیلم بگیرید و اونها رو آماده کنید که آپلود کنید توی وبسایت ها. یه سری نکات داره این کار. اول اینکه دوربین گوشیتون باید خوب باشه. اگر که دوربین فیلمبرداری یا دوربین عکاسی دارید که خیلی عالیه و پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. و یا حتی اگر رشته‌تون هست یا سرمایه‌شو دارید، قطعاً روی یه دوربین خوب سرمایه گذاری کنید، چون این خودش باعث میشه لول و کیفیت کارتون خیلی بالا بره. اما اگر نه، دوربین گوشیتون باید خوب باشه و کیفیت ویدیوهایی که میگیرید باید بالا باشه، چون این وبسایت هایی که گفتم و قرار فیلم توشون آپلود کنیم ویدیوهایی رو قبول دارن که کیفیتش بالاست و رنگ و نور خوبی داره و اگر دوربین گوشیتون قوی نباشه نمیتونید این ویدیوها رو بگیرید. بنابراین برای اجرایی کردن گام اول و ضبط ویدیوهاتون یا دوربین گوشیتون باید خوب باشه، یا اگرم که دوربین دارید چه بهتر. اگر گوشی موبایل دارید، برنامه هایی که برای ضبط کردن فیلم هستن رو پیدا کنید، یکیشون رو نصب کنید. مثلا برنامه فیلمیک پرو برنامه‌ایه که خیلی خیلی خوبه و قابلیت های زیادی به دوربین گوشیتون اضافه میکنه و کیفیتی که ضبط میکنه بالاتر میره. حالا شما آماده هستید تا برید فیلم بگیرید. واسه شروع خودتون لطفاً از طبیعت، آسمون، گل و گیاه، هر چیزی که فکر میکنید جذابه یا میتونه قشنگ باشه، یا مثلا فرض کنید رفتید کوه، از اون فیلم بگیرید. فیلم هاتون در واقع حالت عریض داشته باشن، لندسکیپ بهش میگن، یعنی گوشیتون رو ایستاده نگیرید و عمودی نگیرید، گوشی رو حالت افقی بگیرید و فیلم هایی که میگیرید
ویدیوهای استوک بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست 2 دقیقه بشینید از طبیعت فیلم بگیرید، کافیه که 4-5 ثانیه یا 10 تا 15 ثانیه حد اکثر از سوژه‌تون فیلم برداری کنید. حالا در مورد خود فیلم برداری هم یه سری نکات رو بهتون بگم. وقتی که سوژه رو انتخاب کردید ازش فیلم بگیرید، مثلا یه درخت دیدید خیلی قشنگه و کادر خوبی داره، میتونید ازش فیلم بگیرید. نورش رو تنظیم کنید. اگه با دوربینه که حتما ایزو و نکات مربوط به فیلم برداری رو تنظیم کنید. اگر هم که با گوشی موبایل هست، توی اون برنامه‌ای که گفتم یا برنامه‌های مشابهش برید، به صورت خودکار اینها رو تنظیم میکنه و یه سری گزینه هم داره روی صفحه که با تغییر اونها میتونید مثلا نور صفحه رو کم و زیاد کنید، رنگ رو کم و زیاد کنید و نکاتی که هست رو تغییر بدید. پس قبل از ضبط فیلم حتما به این نکات توجه داشته باشید، رنگ صفحه خوب باشه و اون محیط قشنگ بیفته. بعد از اون دکمه ضبط رو میزنید و مثلا دارید از یه درخت فیلم برداری میکنید. گوشی موبایل یا دوربین رو ثابت میگیرید و 4-5 ثانیه حین این که دارید ضبط میکنید خیلی آروم به سمت راست یا خیلی آروم به سمت چپ حرکت میکنید. یعنی یه حالت آروم و روون داشته باشه. مثل فیلم‌های عادی لازم نیست مثلا دوربین رو بچرخونید، حرکت بدید. نه، ویدیوهای استوک، حالا تو اینترنت هم سرچ کنید معلومه، ویدیوهایی هستن که حرکت توشون کم هست و دوربین خیلی آروم حرکت میکنه. الان بریم روی سایت ها، من نمونه ویدیوها رو هم بهتون نشون میدم که بدونید چه نوع ویدیویی بگیرید. بعد از اینکه این نکات رو اجرایی کردید و چند تا ویدیو گرفتید، آماده این هستید که بریم و گام دوم رو شروع کنیم. یعنی ما قرار این ویدیوها رو آپلود کنیم توی سایت و به ازای هر دانلود درآمد دلاری داشته باشیم. خب برای اجرای کردن گام دوم من در ابتدا سایت های استوک محبوب رو بهتون معرفی میکنم. یه سری سایت ها وجود دارن که معروفیت بالایی دارن و خیلی از عکاس ها و فیلم بردارا میرن اونجا ویدیو آپلود میکنن، عکس آپلود میکنن و چون محبوب هستن ویدیوها خیلی دیده میشه و دانلودهاشون بالا میره و باعث میشه درآمد بالایی داشته باشن. در ابتدا من چند تا از معروفا رو معرفی میکنم، بعدش یکیش رو بهتون نشون میدم، ثبت نام رو داخلش انجام میدیم و بهتون آموزش میدم چطور ویدیوتون رو آپلود کنید و در انتهای ویدیو هم یه سری نکات مهم و تکمیلی رو بهتون میگم که بتونید به بهترین شکل این ایده رو اجرایی کنید. خب بچه‌ها بریم روی کامپیوتر، من سایت ها رو بهتون معرفی کنم. اول اینکه میاید وارد مرورگرتون میشید. یه چیزی رو من خودم بهتون یاد بدم که بتونید همه سایت ها رو شناسایی کنید. میاید توی گوگل مینویسید best video stock websites، یعنی بهترین سایت های ویدیوی استوک که ما قراره در واقع همونا رو بذاریم و میاید پایین یه سری مقاله ها هستن، مثلا اینجا نوشته 16 تا از بهترین، بعد اینجا نوشته بهترین سایت های ویدیوی استوک سال 2023، اینجا 11 تا و این چند تا از این مقاله ها رو حتما ببینید. من یکیش رو باز کردم، الان میبینید لیست بهترین سایت هایی که ویدیوی استوک میذارن رو نشون داده. یعنی ما قراره چند تا از این سایت ها رو انتخاب کنیم و اینکه ویدیومون رو اونجا قرار بدیم و بعد به ازای دانلودی که میشه درآمد کسب کنیم و بعد هم بتونیم اون درآمد رو نقد کنیم. خب دوستان عزیزم ببینید همه این سایت ها خوبن، چند تا مسئله داره، حالا من تو نکات تکمیلی میگم. وبسایت ادوب استاک خوبه، شاتر استاک خیلی خوبه، الان میریم سراغش. آی استاک خوبه، پانت 5 خیلی خوبه و یه سایت دیگه هم که محبوبیت زیادی داره artgrid.io هست که این وبسایت درآمدهای بالایی رو میتونید ازش کسب کنید. طبق تحقیقاتی که من داشتم پتانسیل خیلی خوبی داره و فیلمبردارهای زیادی هم از این وبسایت تعریف میکردن. خب من قبل اینکه شروع کنیم نمونه ویدیو استوک رو بهتون نشون بدم. ببینید این سایت پیکسلز هست. این سایت میاد استوک های رایگان میذاره. من الان اومدم چند تاش رو بهتون نشون بدم. مثلا نگاه کنید، حالا این هلیشات هست، تصاویر هلیشاتی هست. مثلا این ویدیو رو ببینید، یه دونه ویدیوی در واقع استوک هستش که از درخت‌ها گرفته و رنگ بندی هم شده. باز میایم پایین‌تر اینجا میبینید داره کیک رو برش میزنه. حالا اکثر ویدیوهایی که اینجا هست با دوربینای حرفه‌ای گرفته شدن و من باز هم تاکید میکنم واسه اینکه نتیجه خوب بگیرید و کارتون قابل قبول باشه
یا دوربین گوشیتون باید خوب باشه و با برنامه و اینها بتونید کیفیت خوبی رو خروجی بگیرید، یا باید دوربین رو داشته باشید و اگر هم که عکاسی انجام میدید این فرصت فوق‌العاده برای شماست. میایم پایین تر میبینید این سبک ویدیوها هستن، توی همه زمینه‌ها هم هستن، یعنی فرقی نمیکنه حالا مثلا چیز خاصی باشه یا نه. طبیعت، نمیدونم افراد، آدم‌ها، مثلا میبینید ایشون داره هدیه باز میکنه، ویدیو گرفتن گذاشتن و به این شکل. و الان من بهتون نمونه رو گفتم، الان نمونه سایت ها رو هم بهتون گفتم چجوری پیدا کنید و اونایی که خوبن رو هم بهتون در واقع معرفی کردم. ادوب استاک خوبه، آی استاک خوبه. پیشنهاد میکنم واسه شروع با یکی شروع کنید و دستتون که راه افتاد برید سراغ بعدی ها که دیگه همه چیز رو متوجه باشید و یه سری ویدیو هم داشته باشید. مثلا سایت در واقع artgrid.io شما برای اینکه بخواید ثبت نام کنید باید از قبل ویدیو داشته باشید، یعنی همینجوری نمیذارن اکانت بسازید، باید از قبل ویدیو داشته باشید، براشون ارسال میکنید، وقتی تایید شد اجازه میدن توی وبسایت اکانت بسازید و فعالیت کنید. خب دوستان عزیزم، تا به الان نکات مربوط به فیلم برداری رو گفتم که چجوری فیلم بگیرید و در ادامه اون وبسایت ها رو هم در موردش یه توضیحی دادم. یکی از وبسایت ها رو میتونید انتخاب کنید برای شروع و برید جلو و بعد که خوب روش کار کردید و پروفایلتون رو اونجا ساختید برید سراغ بعدی ها. من الان وبسایت شاتر استاک رو باز میکنم، ثبت نام و روند ساخت اکانت همه چیز رو بهتون نشون میدم و میگم چطور ویدیو آپلود کنید اونجا تا بدونید روال کار چیه و بعد واسه سایت های دیگه هم یه چیز مشابه همین هست که میتونید استفاده کنید. خب الان میایم روی کامپیوتر وارد وبسایت submit.shutterstock.com میشیم. این وبسایت جاییه که ما اینجا میخوایم یه اکانت بسازیم، کارهامون رو در واقع آپلود کنیم و بابتش اون ویدیوهایی که آپلود شده درآمد کسب کنید. میبینید نوشته کار خود را به اشتراک بذارید و درآمد کسب کنید و اینجا دیگه توضیحات سایت رو نوشته که بیش از 1 میلیارد دلار در واقع پرداختی داشتن و در طی 15 سال اخیر این قیمت رو پرداختی داشتن و خیلی مطمئنه، یعنی یکی از بهترین وبسایت ها هست که ما میخوایم داخلش فعالیت کنیم. وارد این آدرسی که گفتم میشید، روی ساین اپ کلیک میکنید. بعد از اینکه روی ساین اپ کلیک میکنید، حالا ما اکانت رو که میخوایم بسازیم ازتون اطلاعاتی مثل آدرس، کد پستی، شماره تلفن و اینها رو میخواد که اینها رو باید وارد کنید. خب الان تو صفحه ثبت نام هستیم. توی قسمت فول نیم اسم و فامیل خودتون رو وارد کنید. اینجا اسمیه که نمایش میده و الان مثلا اینجا نوشته این اسم وجود داره، من یه عدد مثلا میذارم بعدش، الان درست شد. بنابراین حالت آیدیتون رو داره، اینم اسم خودتونه. اینجا ایمیل رو میخواد که من ایمیل خودم رو وارد میکنم و این پایین هم رمز میخواد که الان من یه رمز قوی و خوب رو برای خودم میذارم. خب الان رمز رو وارد کردم و یه باکس من ربات نیستم اینجاست که این رو تیک میزنید. یه دونه باکس دیگه هم اینجاست، این رو هم تیک بزنید، مال قواعد و قوانینه و بعد روی نکست کلیک میکنیم. گفته که ایمیل خود رو تایید کنید. من میرم و وارد صفحه ایمیل خودم میشم. و الان همونطور که میبینید من وارد ایمیل خودم شدم و یه ایمیل از شاتر استاک داریم. اینجا نوشته که الان شما این رو بزنید اکانتتون احراز هویت میشه. روش کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید نوشته از شما ممنونیم، ایمیل شما تایید شده است. روی نکست کلیک میکنیم تا وارد صفحه اصلی ثبت نام بشیم. خب صفحه ثبت نام اومد بالا و کافیه که این اطلاعات رو پر کنیم. خوشبختانه این وبسایت در واقع کشور و آدرس رو قبول داره، یعنی الان من مثلا اینجا میخوام کشور بزنم، همه اطلاعات خودتون رو وارد کنید. کشور ایران و اینجا اول سیتی مثلا میتونید بزنید تهران و آدرس و اینها رو میخواد که دیگه تک به تک پر میکنیم. من الان آدرس رو وارد میکنم، اسم خیابونتون رو میتونید وارد کنید. این پایین مثلا میتونید جزئیات بیشتر بدید، آپارتمان یا اگه توی مجتمع زندگی میکنید یا خیابون فرعی، میایید اینجا وارد میکنید. زیاد هم مهم نیست. اینجا کد پستیتون رو میخواد که کافیه واردش کنید. اینجا در واقع ایالت یا همون استان رو بزنید که مثلا من اینجا دوباره وارد میکنم و این پایین هم شماره تلفن رو میخواد که من الان شماره تلفنم رو وارد میکنم. خب این تیک رو اگه بردارید، آدرسی که برای ارسال نامه ها، نمیدونم آقا هر مسئله‌ای بود،
میخواستن براتون پست کنن، ایمیلی چیزی بفرستن، در واقع متفاوت میشه آدرسش، یعنی میتونید یه آدرس جدید اضافه کنید. اگر کسی رو خارج دارید که زندگی میکنه و ساکن خارج هست، این تیک رو بردارید و میلینگ آدرس رو، آدرس در واقع اون بستگان یا کسی اگر خارج دارید وارد کنید که حالا ارسالش سریعتر میشه. مثلا اگر نامه‌ای بود، چیزی بود، ارسالش سریعتر میشه و خیلی راحت‌تر به دستتون میرسه. اما اگر ندارید، همین تیک رو بذارید بمونه و آدرسی که براتون ارسال بشه در واقع همون آدرس محل سکونت باشه که حالا ممکنه بیشتر طول بکشه و اون نامه چیزی باشه حالا از خارج بیاد ولی دیگه به دستتون برسه. خب البته اینم احتمالش خیلی کمه، حالا شما لازم داشته باشید چیزی براتون ارسال بشه و میتونید خیلی راحت کارتون رو شروع کنید. ولی باز هم میگم اگر کسی رو خارج دارید حتما این تیک رو بردارید و آدرس ارسال نامه و پست و اینها رو، آدرس ایشون رو وارد کنید. خب الان من اطلاعات رو وارد کردم، کافیه که در واقع روی نکست کلیک کنم و ثبت نام ما تموم شده. همونطور که این صفحه رو میبینید نوشته به انجمن ما خوش اومدید، به شدت منتظریم که کارهای شما رو ببینیم. خب الان رو گزینه Go to your dashboard کلیک میکنیم، یعنی میخوایم بریم به اون پروفایل کاربری خودمون و اونجا من همه چیز رو بهتون نشون بدم. وقتی میایم اینجا همچین صفحه رو میبینیم. این اکانت شما هستش. این هوم قسمتیه که حالا اخبار، مسائل مربوط به خود سایت رو نشون میده. میایم پایینتر نوشته پورتفولیو استاتس، میایم پایینتر اطلاعات مربوط به ویدیو و عکس هایی که آپلود میکنید رو میزنه که چند تا آپلود کردی، چند تاش تایید شده، چند تاش در حال تایید هست. ارنینگز قسمت درآمده، هر موقع درآمد چیزی داشته باشید اینجا میاد. و اینکه پایینتر یه سری اطلاعات بیشتر هست، مثلا اینجا که میبینید قاره ها رو زده بهتون نشون میده فیلم هایی که گذاشتید بیشتر از چه کشوری، چه قاره‌ای دانلود شده و کجا بیشتر خواهان داشته. میایم پایینتر، اینجا دیگه چیز خاصی نداره و بعدش میریم سراغ قسمت ارنینگز. قسمت ارنینگز درآمدیه که شما در میارید. ارنینگز سامری خلاصه درآمدیه که شما دارید، یعنی مثلا 10 تا ویدیو میذارید، 10 تا دانلود داره، $20 $30 هر چقدر در میارید. اینجا توتال ارنینگز براتون میزنه چقدر درآمد داشتید و کلا جزئیات رو مینویسه، مثلا چقدر دانلود داشتید، چقدر زیر مجموعه داشتید، چون یکی از راه‌های کسب درآمد از این سایت زیر مجموعه هم هست. و خلاصه به این شکل میریم قسمت بعدی، همون ارنینگز مای رفرالز. اینجا شما میتونید زیر مجموعه کسب کنید، یعنی اگر که مثلا کسی رو میشناسید عکاس هست یا فیلمبردار هست، میتونید این پلن رو بهش معرفی کنید، لینک خودتون رو بدید و بگید اگه با این لینک ثبت نام کنی منم یه در واقع هزینه رو دریافت میکنم به ازای درآمدی که تو بعداً داری. و خلاصه میتونید اینجا این جزئیات رو ببینید. دوباره تو قسمت ارنینگز پیمنت هیستوری رو داریم که مربوط به تاریخچه پرداخت‌ها و اینها هستش. پایینتر تکس سنتر رو داریم، مسائل مربوط به در واقع مالیات و جزئیات درآمدیتون هست که حتما باید بیاید اینجا. وقتی به درآمد رسیدید توی قسمت تکس سنتر نوشته آیا در واقع از آمریکا هستی که این رو بذارید روی نو، چون مثلا قواعد آمریکا فرق میکنه. حالا اگر هم کسی رو دارید توی آمریکا میتونید این رو روی یس بذارید. و اینکه اینجا نوشته شما به عنوان کسب و کار دارید فعالیت میکنید یا به صورت شخصی. روی ایندیویدوال میذارید یعنی شخصی و روی سابمیت در واقع کلیک میکنید که در واقع این جزئیات و اطلاعاتتون ثبت میشه. بعد اینجا پایینتر که میاید یه لیست باز میشه وقتی روی اون گزینه میزنید که جزئیات مربوط به فرم مالیاتی رو شما باید پر کنید، مثلا شماره مالیاتی و غیره، که در مورد مسئله مالیات آخر ویدیو کامل میگم که چیکار باید انجام بدید. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید و در نظر هم بگیرید اگه این فرم رو پر نکنید و این جزئیات رو پر نکنید اون درآمدی که کسب میکنید بهتون تعلق نمیگیره. خب میریم قسمت بعدی، پورتفولیو. این قسمت پورتفولیو پروفایل شما هست که اینجا میتونید در واقع جزئیاتش رو ببینید، مثلا محتواتون رو اینجا میتونید ثبت کنید یعنی ویدیوهاتون. بعد اگه ویدیویی در دست بررسی باشه اینجا هست و خلاصه یه سری جزئیات
دیگه. پایین تر هم قسمت اینسایتس رو داریم که میاد مثلا این سری جزئیات میده، مثلا چه کسایی بیشترین فروش رو از گذاشتن ویدیو داشتن و چیزایی توی همین دسته. یه قسمت اینجا داریم اکانت یا اکانت، روش کلیک میکنیم. اینجا اومده زده تنظیمات اکانت، پایینش زده پابلیک پروفایل. پابلیک پروفایل میشه اسمتون، عکس پروفایلتون و اینها که روش کلیک کنید، برید عکس پروفایل بذارید، اسمتون رو درست بذارید، چون مثلا کسی بخواد دانلود کنه ویدیوها رو احساس بهتری ممکنه بهش دست بده، ببینه شما پروفایل دارین، حرفه‌ای فعالیت میکنین. و بالاتر از اون اکانت ستینگز رو داریم که تنظیمات اکانته. خیلی خیلی مهمه، لطفا اینجا رو توجه داشته باشید. شما میاید اینجا، بعدش میاید پایین یه قسمت داره Payout Information. میایید اینجا نوشته Payout Method، اینجا روش پرداخت پول رو میخوایم انتخاب کنیم. این رو میتونید روی یکی از این سه حالت بذارید، پایونیر، پیپال یا اسکریل، که در واقع پیشنهاد من اینه مثلا پیپال بذارید یا پایونیر، که در مورد این اکانت ها اگر ندارید و اینها نگران نباشید، باز آخر ویدیو توی نکات تکمیلی میگم، خیلی هم مهم هست. و بعد میایید پایین سیو رو میزنید. وقتی این کار رو انجام بدید دیگه هر موقع درآمد که کسب کردید ماهانه انتقال داده میشه به اون حسابتون و میتونید اون رو برداشت کنید. یعنی مثلا اینجا زده مینیمم پیاوت، یعنی حداقل چقدر بشه پولت واریز بشه، مثلا میذارید 50، یعنی هر موقع که پولتون رسید به 50 یا بیشتر همون ماه واریز میشه به حسابتون. فرض کنیم ماه اول شما $25 درآوردید، اینو که بذارید رو 50 دیگه پول به حسابتون اون ماه واریز نمیشه. هر موقع که رسید به 50 یا بیشتر توی دوره پرداختش که همون ماه هست واریز میشه به حساب پیپالتون یا هر اکانت دیگه‌ای که انتخاب کردید. خب دوستان عزیزم، من الان فضای سایت رو بهتون نشون دادم. حالا وقتشه با هم بریم توی همین سایت بهتون بگم چطور ویدیو آپلود کنید و بقیه وبسایت ها هم توی همین شکل هست و تفاوت زیادی ندارن. خب الان وارد وبسایت شدیم و وارد اکانتمون شدیم. وقتی میاید توی قسمت هوم یا حالا هر جای دیگه ای سمت راست بالا یه گزینه دارید آپلود. روی آپلود کلیک میکنید. وقتی که روی آپلود کلیک میکنید یه صفحه برای شما باز میشه که میتونید عکس یا ویدیو در واقع بذارید داخلش. ما میخوایم ویدیو آپلود کنیم. روی گزینه Select Multiple Files کلیک میکنیم و من این ویدیو نمونه انتخاب کردم، اینو اینجا روی اوپن کلیک میکنم تا آپلود شه. و اینکه میتونید چند تا ویدیو رو هم یه جا آپلود کنید، یعنی مثلا اگه میخواید روزانه 3 تا ویدیو 5 تا ویدیو بذارید در واقع میتونید یه جا آپلودش کنید که توی زمانتون صرفه‌جویی بشه و کارها رو سریعتر پیش ببرید. خب الان ویدیوی ما آپلود شد و روی نکست کلیک میکنیم. این نکته رو هم بگم، همونطور که توی قدم اول گفتم ویدیوهاتون باید کادر افقی داشته باشن، 16:9 بهش میگن و مثلا این وبسایت ما نوشته که مدت زمانش حداقل 5 ثانیه باشه، یعنی مثلا ویدیو استوکتون زیر 5 ثانیه باشه ارور میده. حواستون به این مسئله باشه. روی نکست کلیک میکنیم تا ببینیم که محتوا کجا قرار میگیره. خب الان اومد توی این صفحه و الان نوشته شما نسبت به ویدیویی که قرار دادی باید اطلاعات اضافه کنی. فرض کنید این ویدیو مثلا ویدیوی طبیعته. خب افرادی که میخوان این ویدیو رو پیدا کنن مثلا میان سرچ میکنن نیچر یعنی طبیعت یا یک کلمه مشابه این. چجوری ویدیوی شما رو پیدا کنن؟ شما باید نسبت به ویدیویی که میذارید کلمات کلیدی انتخاب کنید و به صورت انگلیسی توضیح بدید و این رو نسبت به ویدیوتون بذارید که متوجه بشن افراد. یعنی مثل اینه که میخواید هویت بدید به این ویدیو. و الان این ویدیو ماه، روش کلیک میکنیم. description یعنی توضیحات و اینجا باید در مورد ویدیوتون توضیح بنویسید. خیلی مهمه این قسمت، چون این تعیین میکنه ویدیو شما چجوری دیده بشه و کیا ببینن. به صورت انگلیسی حداکثر باید 200 کاراکتر بنویسید و حداقل 5 کلمه بنویسید. مثلا یه روز زیبا در طبیعت. اگر هم زبان انگلیسیتون خوب نیست هیچ مشکلی نداره. جمله‌ای که معرفی کننده ویدیوتون هست رو توی گوگل ترنسلیت مینویسید، نسخه انگلیسی شدهش رو کپی میکنید و اینجا میذاریدش. اینجا کلمات کلیدی رو باید انتخاب کنید. خیلی خیلی مهمه. مثلا اگه ویدیوتون در مورد طبیعته یکی از کلمات کلیدیتون میشه نیچر و مثلا این لیسته میاد کلیک میکنید.
میتونید حداکثر 50 تا کلمه بذارید. پیشنهاد میکنم که این کلمات رو با دقت قرار بدید. و توضیح رو هم که گفتم، اینجا نوشته یوزج، یعنی مصرف این ویدیو کجاست. یعنی میخواد بگه آقا این ویدیویی که تو گرفتی توی تبلیغات خیلی بیشتر کاربرد داره یا توی ادیت ویدیو. مثلا اگر عکس از یه محصول گرفتید یا عکس از برش کیک گرفتید، این توی تبلیغات شاید بتونه استفاده بشه، میاد روی کامرشال. اگر که یه ویدیویی که توی ادیت ویدیو و مثلا ویدیوهای آموزشی یوتیوب افراد میتونن ازش استفاده کنن، که میشه ادیتوریال، که روی این بعد کلیکش کنید. که روی ادیتوریال کلیک کنید میگه که مثلا شما باید جزئیات و اینها اضافه کنید توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات، که پیشنهاد میکنم روی کامرشال بذارید. کاتگوری دسته ویدیوتون هست، مثلا ویدیو از حیوانات گرفتید، از نقاشی گرفتید، از ساختمون گرفتید. دسته دوم هم جزئیات بیشترش هست که اینها رو نسبت به در واقع موضوع ویدیوتون انتخاب میکنید. اگر هم این کلمات رو متوجه نمیشید توی گوگل ترنسلیت مینویسیدشون، معنیش رو بهتون میگه. لوکیشن، مکانی که ویدیو ضبط شده ای که این رو نمیخواد پر کنید، دلخواه هست. و دیگه اینجا کاری نداریم. مور آپشنز، مثلا این سری آپشن های بیشتره که کلیک کنید نوشته میچر کانتنت. اگر اینو تیک بزنید یعنی این محتوا فقط مخصوص افراد بزرگساله. و جزئیات اینجوری دیگه کاری باشون نداریم. بعد میزنید روی گزینه سابمیت. وقتی که میزنید روی گزینه سابمیت چی میشه؟ این ویدیو میره و توسط کارشناسان شاترستاک یا حالا اگر هر پلتفرم دیگه‌ای باشه بررسی میشه، ببینه این ویدیو آقا کیفیت داره، درست هست، نوربندیش خوب هست، و اگر خوب باشه تایید میشه. وقتی تایید بشه توی اکانتتون قرار میگیره و هر موقع که یه مخاطبی، یک نفر ببینتش، دانلودش کنه، شما به ازای همون دانلود درآمد دارید و کسب درآمد دلاری میکنید. و بعد از اینکه درآمدتون کسب بشه، اینجا مثلا این بالا میاد و توی همون قسمت که بهتون گفتم، یعنی earnings summary، اینجا هم تمام جزئیات رو براتون میزنه که این ماه چقدر دانلود داشتید، درآمدتون چقدر بوده. و وقتی توی همون تنظیمات پروفایل که یکم پیش گفتم نوع حسابتون رو انتخاب کرده باشید و حداقل پرداخت رو وارد کنید، درآمد پرداخت میشه. و به همین راحتی شما میتونید کسب درآمد رو انجام بدید. حتما حواستون باشه، چون ویدیوهایی که کیفیتشون خوب نباشه، نوربندی خوب نباشه، تایید نمیشن. الان مثلا شما برید یه ویدیوی ضعیف بگیرید آپلود کنید، تاییدش نمیکنن. باید خیلی توجه کنید روی کیفیت و این اهمیت بسیار زیادی داره. خب دوستان عزیزم، تا به الان تمام نکات رو بهتون گفتم و آپلود ویدیو، همه اینها رو هم صحبت کردیم. میرسیم سراغ نکات تکمیلی که خیلی هم مهم هستند. من چند تا نکته بسیار مهم رو بهتون میگم. نکته اول که باز هم میخوام تکرار کنم، کیفیت ویدیو هاست. اگر دوربین دارید که عالیه، حواستون به کیفیت باشه. و اینکه لازم هم نیست ویدیوها صدا داشته باشن. ویدیوهای استوک معمولا صدا ندارن. اما اگر گوشی دارید، یه برنامه حرفه‌ای برای ضبط ویدیو نصب کنید و کیفیت دوربینش هم باید بالا باشه که بتونید ویدیوهاتون رو تایید کنید. معمولا ویدیوهایی که نورش خوب نیست، مثلا کیفیتش پایین، نویز داره، قبول نمیشه. نکته بعدی بحث مالیات هست. اگر شما کسی رو خارج دارید که خیلی راحته، حتی موقع ثبت نام، آدرس، کد پستی، همه چیز اطلاعات اون کسی رو که خارج دارید وارد کنید. اطلاعات مالی که بهتون گفتم توی قسمت مالیات، توی قسمت تکس، اون رو هم اطلاعات رو از طرفی که خارج هست بگیرید و وارد کنید. و برای نقد کردن درآمد هم اکانت پیپالش رو توی قسمت پروفایل ثبت کنید. خیلی راحت اینجوری شما میتونید کارتون رو انجام بدید، ویدیوهاتون رو از این ور آپلود کنید و هر موقعی که درآمد کسب کردید راحت نقد میشه و دیگه خیلی راحت به واسطه صرافی و هماهنگ کردن با اون طرفی که خارج هست پولتون رو دریافت کنید. حالا نکته مهمتر اینه، اگر کسی رو خارج ندارید چیکار کنید؟ اگر کسی رو خارج ندارید، شما باید چند تا صرافی آنلاین رو پیدا کنید، در موردشون تحقیق کنید. تو گوگل بزنید صرافی آنلاین، تعدادشون خیلی زیاده. چند تایی که خوب هستن رو پیدا کنید، در موردشون تحقیق کنید و بعد با اونها ارتباط بگیرید، بگید که میخواید همچین کاری رو انجام بدید و میخواید این اکانت رو بزنید، فرم مالیاتی، آدرس و اینها رو میخواید و ازشون بخواید که باهاتون همکاری کنن.
بعضی از این صرافی ها خودشون میان اکانت ارائه میدن، یعنی مثلا اکانت شاتر استوک به شما میدن که خب این دیگه با خودتونه. من پیشنهاد میکنم اکانت شخصی خودتون رو داشته باشید، نه اینکه بخواید اکانت رو از کسی بگیرید و باشون صحبت کنید. بگید که من اگر مثلا آدرس و فرم مالیاتی و اینها رو بخوام، شما میتونید این کار رو برام انجام بدید و اطلاعات شما رو وارد کنم و باشون صحبت داشته باشید تا بتونید این مسئله رو پشت سر بذارید، چون بسیار بسیار مهمه و اینکه باید حتما بهش توجه داشته باشید. و در مورد نقد کردن درآمد، یعنی همون حساب پیپال یا پایونیر که توی قسمت تنظیمات پروفایل بود، باید بهتون بگم که همین صرافی ها این اکانت ها رو درست میکنن، یعنی اکانت پیپال پایونیر برای شما افتتاح میکنن که میتونید بعد از این که میخواستید درآمدتون رو نقد کنید یه اکانت درست کنید و وصلش کنید به پروفایلتون و خیلی راحت درآمد رو نقد کنید. تنها مسئله ای هم که میمونه توی این حالت بحث مالیاتی هست که اون فرم مالیاتی رو باید پر کنید، وگرنه درآمدی بهتون تعلق نمیگیره. حالا در نهایت یک چیزی رو هم بهتون بگم، اگر نه کسی رو خارج دارید، نه راحتید با صرافی ها کار کنید یا شرایط جوریه که نمیشه این کارو کرد، وبسایت هایی رو پیدا کنید مثل شاتر استاک که الان آدرس خودتون رو میتونید وارد کنید که با این آدرس و اطلاعات خودتون مشکلی نداشته باشن و بعد از اون توی قسمت مالیات شما باید پرونده مالیاتی رو خودتون تشکیل بدید، یعنی برید تو سامانه مالیات ثبت نام کنید، اطلاعاتتون رو وارد کنید و تمام اینها رو ثبت کنید. بعد از اون توی قسمت مالیات اطلاعات هویتی مالیات خودتون رو وارد کنید، یعنی مثلا شماره مالیاتی، کد رهگیری و اینها خیلی راحت مال خودتون وارد میشه توی اون قسمت ها و اون رو ثبت کنید. از این بابت دیگه هیچ نگرانی از بابت واسطه و یا اون افراد ندارید و چیزهایی هم که توی وبسایت ثبت میشه مال خودتونه. فقط باید از این نکته مطمئن بشید که وبسایتی که میخواید فعالیت کنید مسئله‌ای نداشته باشه که اگر بخواید وارد ثبت نام بشید وقتی اون کشور، یعنی کشور خودمون رو ببینید و شماره تلفن و اینها رو پشتیبانی کنن، یعنی مشکلی ندارن. و اگر هم دیگه برای فرم مالیاتی از اطلاعات خودتون استفاده کردید، تنها مسئله‌ای که میمونه همون نقد کردن درآمده که کافیه با یکی از صرافی‌های اکانت پیپال یا پایونیر باز کنید که مال خودتون باشه و خیلی راحت آدرسش رو که وارد کردید درآمدی که نقد میشه وارد این میشه و به کمک صرافی اون رو میتونید به ریال تبدیل کنید و واریز میشه به حساب بانکی خودتون. خب دوستان عزیزم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و مفید بوده باشه. من مسیر کسب درآمد از این روش رو بهتون نشون دادم و اون مسائل، اون نکاتی که باید حتما بهشون توجه کنید رو گفتم. این شمایید که آیا تصمیم میگیرید این کسب و کار رو راه بندازید یا نه. یادتون باشه ویدیوها باید با کیفیت باشن و استمرار داشته باشید تا بتونید نتایج خیلی خوبی رو کسب کنید. بسیاری از عکاس‌ها و فیلمبردارهای جهان دارن از همین روش برای کسب درآمد استفاده میکنن و چون درآمدش دلاریه یه فرصت فوق‌العاده است. هر سوال، انتقاد یا پیشنهادی دارید زیر همین ویدیو کامنت کنید. این ویدیو رو اگر دوست داشتید لایکش کنید و برای دوستانتون بفرستید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.